حالا به خاطر تو اینو آزاد کنم یا به خاطر این؟ بنده در نهایت پاکی و بیگناهی حاضرم به واسطه معصیت‌های این ملعون بازداشتگاه هم برم. بازداشت کن سرهنگ. باشه، سری بازداشت کن. تنها بوده وقتش آزاد بشه. وای دلم، وای 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 دلم، وای 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 دلم، وای دلم. عمرم سر رسیده، دلت زدم با شده، اونی که گم کرده بودم حالا دیگه پیدا شده. وای دلم، وای 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 دلم، وای 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 دلم، وای دلم. دل من جمیله، دلت نمی‌گرده. خاموش ملاعین، اینجا محل عبرته نه محل دامبل و دیمبو. به به آقا بهرام. شهرام بهرام نداریم. جناب عالی احمدم، اخوی محمد. ببینم ما رو که میشناسی؟ اخوی ها رو خیر، اما شما رو فکر میکنم بارها در برنامه وزین راز بقا زیارت کردم. خفه. حالا دیگه ما رو میفروشی آدم فروش؟ جاسوسی ما رو میکنی جاسوس. آخه چرا عاقل کند کاری که بازاید به کنعان غم مخور. خب بچه داشت من راست میگه دیگه. الان وقت این حرفا که نیست. الان وقت ترکوندنه. باشه اخوی، کوه به کوه نمیرسد وانگهی دریا شود فردا روز فرد است و وقت اون موقع من از خجالتت در میام. بله بابا آقا چرا معطلی؟ فرشاد بزن دیگه. میخواد پر بگیره به غصه آزاد بشه. عمری تنها بوده وقتش آزاد بشه. وای دلم، بلتاز خفه شو ملعن و مضحکه مجالس، کثافت، برادر پلیس، اخوی دایی جان بیا ببین بچه خواهرتو به فسق و فجور کشاندن. دایی آبروغن قاطی کردی ها؟ نخیر ملعون. آخه اوف میکنی. بلند شو باید تا که پا بریم تا حیات. من خوبم. بلند شو تحجیل کن. خب بخوابیم داداش. ببینیم